برادران و خواهران عزیز من همه شما را توصیه می کنم به این که یاد خدا را و نام خدا را فراموش نکنید. ای مردم مسلمان، الله اکبرتون را فراموش نکنید. الله اکبر شما بود که هیچ سلاحی در مقابل اون طاقت نیاورد. دشمن هر چه داشته باشد در مقابل این سلاح عاجز و بی‌دفاع است. من شما را توصیه می کنم ای برادران و خواهران رزمنده که شهادت طلبی و فداکاری را وسیله پیروزی خود و انقلابتان بدانید. به خدا سوگند اگر روح شهادت طلبی در ما مردم مسلمان ایران باشد، قدرت غرب این ابرقدرت پلید در مقابل شما کوچک و بی‌دفاع خواهند بود. اونها از کسانی واهمه می کنند که دنیا در چشمشون ارزشی و مقداری ندارد و شما اون چنان هستید و اون چنان تر باشید. تا ما این اتحاد کلمه را داریم، تا ما این شهادت طلبی را داریم، هیچ قدرتی نمیتوانه در مقابل ما بایسته.